راهنمود تثبیت مالیه ثابت اصناف. مالیه دهندگان محترم، مطابق قوانین مالیاتی کشور، هر شخصی که آغاز به فعالیت کاری یا تجارتی می نماید مکلف به اخذ نمبر تشخیصی مالیه دهنده و پرداخت مالیه می باشد. طرز تعیین مالیه ثابت اصناف توسط ادارات مالیاتی دارای مراحل ذیل می باشد. مرحله اول، بعد از اینکه یک شخص به فعالیت دکانداری آغاز نمود، کارمندان ادارات مالیاتی به تثبیت مالیه آن مراجعه می نمایند. مرحله دوم، از شخص مذکور جواز فعالیت و آغاز فعالیت را جویا می شوند. مرحله سوم، برای ثبت مالیه دهنده ذریع استعلام از ناحیه مربوطه و مالک جایداد خواهان معلومات می شوند. مرحله چهارم، مطابق قوانین و طرز العمل‌های مالیاتی مالیه دکاندار را تثبیت می نماید. مرحله پنجم، سنجش مالیه مطابق احکام ماده های 74 و 75 قانون مالیات بر عایدات که فرمول محاسبوی آن فروشات روز ضرب 300 روز منفی 150,000 ضرب 1.5% می باشد صورت می گیرد. مرحله ششم، بعد از تثبیت مالیه موافقه دکاندار اخذ می گردد. مرحله هفتم، بعد از تثبیت مالیه همه اسناد مذکور به بخش دیتابیس ریاست مالیه دهندگان کوچک در مرکز و در ولایت به ادارات مالیاتی مربوطه جهت ثبت ارسال می گردد. مرحله هشتم، شخص مالیه دهنده می تواند مالیه خود را به شکل ربوار و سالانه تحویل بانک نماید. مرحله نهم، مالیه دهنده برای اخذ تعرفه به حوزه مالیاتی مربوطه مراجعه نموده و بعد از تحویلی در بانک با کاپی رسید مبلغ پرداخت شده جهت ثبت اسناد دوباره به حوزه مالیاتی مربوطه مراجعه می نمایند. مالیه ما، کشور ما، آینده ما.